الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، خواهران محترم، برادران عزیز، بزرگواران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله ما و شما در درس امروزی عبادت‌های ششگانه را سرش بحث میکنیم. این عبادت‌های ششگانه‌ای که ما و شما سرش بحث میکنیم اصلش از کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شده. ما و شما مسلمان الحمدلله وقتی که کلمه خوانیم که لا اله، معنای اله چی هست که نفی میکنیم؟ اله در زبان عربی معبود میگن و در اصطلاح اسلامی اله به او ذات گفته میشه که دو خصوصیت داره. ذاتش عبادت میشه و قوانین و احکامش اطاعت میشه. هر کسی را که ذاتش عبادت بکنیم او معبود ما هست و هر قانونی را که تطبیق بکنیم او کسی که تعیین کرده در این قانون ارزش ها را که چی خوب است، چی زشت است، چی حق است، چی باطل است، چی درست است، چی غلط است، چی جایز است، چی ناجایز است، این احکامی که تعیین میکنه و ما از او اطاعت میکنیم، در حقیقت او را عبادت میکنیم. در معنای از این هم تو گفته میشه که لا اله نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شود و قوانینش احکامش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. پس اول نفی میکنیم تمام معبودانی که عبادت میشن و تمام قانونگذارایی که تعیین ارزش میکنن. لا اله نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شود و احکامش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. عبادت الله و اطاعت الله را چه قسم میکنیم؟ بخش دوم کلمه میگه که محمد رسول الله، از طریقی محمد صلی الله علیه و سلم، به طریقه محمد صلی الله علیه و سلم، بر روش محمد صلی الله علیه و سلم. چرا؟ چون او رسول الله هست. الله بر ما او را تعیین کرده که تو پیغمبر ما هستی. اولی عبادت ها چند قسم است؟ ما و شما 6 قسم عبادت داریم. 6 قسم عبادت داریم. قسم اول عبادت های فکری هست. قسم اول عبادت هایی است که تعلق به فکر میگیره. این عبادت های فکری میگن. قسم دوم عبادت های قلبی هست. یعنی یک انسان مسلمان خالق خود عبادت میکنه با چی؟ با فکر خود، با قلب خود، 2 با زبان خود، 3 با تمام اعضای بدن خود، 4 با مصرف مال خود، 5 و با تطبیق احکام الله، 6. پس ما 6 قسم عبادت داریم: عبادت فکری، عبادت قلبی، عبادت زبانی، عبادت بدنی، عبادت مالی و عبادت تشریعی یا قانونی. ما با اینمی شکل به خالق متعال چی میکنیم؟ عبادت میکنیم. و شرط قبولی عبادت چی هست؟ شرط قبولی عبادت چی هست؟ که در عبادت اول اخلاص انسان داشته باشه که 100% عبادت خود به خاطر رضایت الله بکنه، در نیتش کس دیگه نباشه. من این عبادت میکنم، عبادت های ششگانه را مخلصانه
به خاطر رضایت الله. و شرط دوم قبولی از عبادت چی هست؟ که همین عبادت ها را که من انجام میتم این باید به روش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. مثلا اگر ما و شما یک چیز را عبادت فکر بکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم او را معرفی نکرده که عبادت است، پس او عبادت گفته نمیشه. از این خاطر هر عبادتی که بعد از عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد شده باشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش او را نکردن، او عبادت گفته نمیشه. چرا؟ پیغمبر مبلغ است، الله برش وحی میکنه و پیغمبر وحی که الله برش تعیین کرده بر مردم تبلیغ میکنه و میرسانه. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شاگردای مکتب نبوت هستند که اینا همین وحی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان بیان میکنه اونا ایره یاد گرفته و بر دیگرها میرسانن، بر ما و شما رساندن و گفتن که مثلا من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم کرد، من شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم انجام داد، من دیدم که فلانی شخص فلانی کار کرد در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی او رسول الله صلی الله علیه و سلم مانعش نشد، مخالفت نکرد. پس عبادت شرط اولش اخلاص است و شرط دومش طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حال عبادت ها را ما گفتیم 6 قسم است. اولش عبادت های فکری هست. عبادت های فکری چی هست؟ عبادت های فکری عبادت های هست که تعلق به فکر میگیره. مثلا وقتی ما و شما در مورد خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنیم، این یک عبادت است. چی دلیلش؟ الله متعال میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. مؤمنای واقعی کسایی هستند که اونا یاد الله را میکنن در حالت ایستاده، در حالت نشسته و در حالتی که به پهلو خفته‌اند. در این 3 حالت. خب و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اینا در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنن که یا الله این آسمان ها رو شما سعی کنین، در این سیارات ببینین، این نظام شمسی رو ببینین، این سیستم هایی که اینجا هستن، درباره کل از اینا فکر میکنن. خصوصا مثلا ما و شما اگر امروز مثلا تلسکوپ باشه و این مخلوقات ببینیم، یک عبادت است که ما و شما میکنیم. ببینیم که در این عالم هستی چی مخلوقاتی هست. سیاراتی هست که 10 برابر زمین، 20 برابر زمین، حتی 100 برابر زمین و شاید بیشتر از اون. این حالی چی است؟ درباره از فکر میکنیم. وقتی که فکر بکنیم، این عبادت فکری است که منجر به این میشه که ما و شما میفهمیم که چی خالق با عظمت است. که هنوز بسیاری از اینا هم انسان ها در این عصر تکنولوژی هنوز کشف نکردن. هر وقت یک دانشمند پیدا میشه میگه یک 4 سیاره جدید کشف کرد، باز دیگر کشف میکنن. بالاخره تا باله نتونستن که تمام فضا را و تمام سیارات را با تمام امکاناتی که فعلا وجود داره نتونستن که کل از اینا را کشف بکنن. روز به روز جدید کشف میشن و اینا عمرایشان به صدها هزارها سال است. سبحان الله. اینا الله متعال میگه که بنده مؤمن حقیقی که با فکر خود عبادت میکنه، تفکر میکنه در خلقت آسمان ها و زمین و در خلقت خود، در وجود خود، در سیستم وجود خود، یک عبادت فکری است. مثلا اون روز یک دوست مرا پرسان کرد من چه قسم عبادت فکری کنم؟ گفتم بسیار ساده هست. شما اگر میخواین که عبادت فکری بکنین و عبادت فکری 1 ساعتش به اندازه 60 سال عبادت بدنی هست. عبادت فکری خب بسیار ارزش داره. چه قسم عبادت فکری بکنم؟ شما تصور بکنین که یک عضو بدنتان که حالا فعلا دارین امیره ندارین. مثلا تصور بکنین شما قلب نمی داشتین، یا قلبتان سوراخ می بود، یا قلبتان کار نمی کرد، شما چی حالت می داشتین؟ پس وقتی که براتون یک قلب بسیار زیبایی که بسیار قوی، بسیار خوبه که
تمام خون وجود شما را مثلا پمپ میکنه و کار میکنه و 24 ساعت حرکت میکنه. این حال میفهمین که چه خالق مهربانی است که بر من قلب داده. چند است قیمتش؟ اگر شما سرچ بکنین سایت هایی که مثلا برای فروش اعضای بدن است، پرسان بگوین که فلانی قلب نداره، میخواید قلب بخره، چند هزار دلار باید شما پرداخت بکنیم تا قلب بخریم؟ و آیا ما میتونستیم که قلب بخریم؟ پس او خالق که برای من رایگان این قلب داده و 24 ساعت کار میکنه، چه خالق مهربانی است. حقش است که من برای زو سجده بکنم و سر تسلیمی رو برش پایین بکنم. چشمای مثلا اگر چشم نمیداشتم چی حالت سر من میمد؟ شما از یک نابینا پرسان بکنین که بهترین نعمت چی هست؟ یک چشم، خیر از 50% میدید چشم. یک کسی معده‌اش خراب است، یک کسی گرده‌اش خراب است، هفته 3 مرتبه دیالیز میکنه، پرسانش بکنین چقدر مشکلات در زندگی است. وقتی که کلی نعمت ها را داری، پس چی میشه؟ این عبادت فکری هست که انجام میدی. همچنان در جمله عبادات فکری تعقل است. الله متعال میگه شما چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ ببینید در دنیا چه چیزایی هست. او روز ما برای شما شعر سعدی رحمت الله علیه را خواندم که گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار. شما این درختان را سیل کنین، برگایش برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. آخرین برگر شما خود دو بالا سیل کنین، آب از کجا میاد؟ چه قسم واتر پمپ در کجاست؟ این نل ها در کجا هست و با چی سیستم است که اما آخری برگ هم اکسیژن داره و هم اگر قطعش بکنین آب ازش میاد. و میوه هایی که در اینجا هست، شما این میوه ها رو ببینین، سبحان الله. باز بعد از او میفهمین قدرت الله متعال. الله میگه که چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ و کافرایی که در دوزخ میرن، اینا چی میگن؟ اینا در روز قیامت چیخ میزنن و میگن لو کنا نسمع، اگر ما گوش میگرفتیم به کلام الله و به سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لو کنا نسمع، گوش میگرفتیم، او نعقل، یا با عقل خود فکر میکردیم، تدبر میکردیم که از کجا آمدیم، چقدر وقت زندگی میکنم، بعد از من میمرم، به کجا میرم، جهان دیگه چطور هست. لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. میگه باز ما دوزخی نمی بودیم. پس یکی از عبادت های عقلی برای بنده های مؤمن چی هست؟ همین قسم از جمله عبادت های فکری تدبر هست. تدبر چی هست؟ که انسان وقتی که هر آیت قرآن میخونه درباره از چی میکنه؟ الله میگه افلا یتدبرون القرآن، چون این مردم درباره قرآن تدبر نمیکنن. یک دانشمند امریکایی، یک دانشمند اروپایی، یک پروفسور، یک متخصص از چکسلواکیا، از روس مسلمان میشه، تفکر میکنه، تدبر میکنه، میگه قرآن خواندم و این جهان دیدم، مسلمان شدم. باور بکنین اون روز یک کسی به انگلیسی یک آیت قرآن تفسیر کرد که من نمیفهمیدم. آیت قرآن گفت که وقتی ما خواندم که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، امی عالمی که ایره تشریح کرد که ما در انی جاعل فی الارض خلیفه، میگه من پیش خود فکر کردم که انسان در جنت پیدا شدن و بالاخره به زمین آمده. بالاخره میگه اونجا ایسای فهمیدم که اونجا الله متعال میگه که این انسان در جنت خلق شد. جنت اولین دانشگاه یا پوهنتون برای انسان بود که در اونجا برش علم داده شد، دانش داده شد. و علم آدم الاسماء کلها، قوه معرفت برش داده شد و دانش داده شد. چرا؟ به خاطر از اینکه انسان با دانش از آسمان پایین شوه، از جنت پایین شوه به زمین، با دانشی که اونجا حاصل کرده در پوهنتون اونجا خوانده، خالق متعال برش تعلیم داده،
صلاحیت پیدا بکنه که خلیفه الله در زمین الله باشه. چون الله برای ملائکه گفته بود که انی جاعل فی الارض خلیفه. در زمین خلیفه هست، بله. پس در آسمان اونجا درس میخوانه، تعلیم میشه، در جنت یاد میگیره. میای در زمین چی میکنه؟ از اون یه باز پایان میشه، باز از اون که شهادتنامه خودم اونجا میگیره، دوست خودم میشناسه، دشمن خودم میشناسه، خوبم میفهمه، زشتم میفهمه، خوبی ها رو میفهمه. اینجا باز برای ملائکه میگه که ببینین انسان از با این قوه معرفت، با این دانش، با این فهمی که داره، این صلاحیت زیاده داره که در زمین الله حکم الله را من حیث خلیفه الله تطبیق بکنه. انی جاعل فی الارض خلیفه. پس این از کجا شد که این دانشمند چون در قرآن با دقت تدبر کرد، از ما مسلمان ها کرده که من پیش خود ایران بودم که من 30 سال در پوهنتون خواندم و 40 سال درس خواندم و تدریس کردم، اما با این قوتی که این فهمیده، به خاطر ازی که من تو خوانده رفتم، اما این تدبر کرد، مسلمان شد. غیر مسلمان بود. از این خاطر افلا یتدبرون القرآن، الله میگه چرا این مردم در قرآن تفکر و تدبر نمیکنن؟ ام علی قلوب اقفالها، آیا قلبهایشان قلف است؟ قلف داره قلبشان که اینا تدبر نمیکنن؟ بس این تدبر یک عبادت فکری هست. الله متعال میگه تدبر بکنین. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. از نگاه حیوان شناسی و دامپزشکی شما ببینین که حیوانات چه قسم خلق شدن. و الی السماء کیف رفعت. آسمان ها و سیارات سیل کنین، سیارات کیف خلقت. و الی الارض، زمین ببینین که چه قسم برای شما هموار شده که شما گشت و گذار میکنین، با وجودی که در حرکت است شما احساس نمیکنین. پس کلش چی است؟ این عبادات های فکری است که در قرآن عظیم شان ذکر شده است. به این شکل که عبادت های فکری تفقه هست. تفقه چی نمیگن؟ یعنی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله متعال برای کسی که خیر میخواه او را توفیق میده که در دین تفقه بکنه. چی معنی تفقه؟ یکی علم است، یکی فقه است. علم یک چیزی که موجود نیست، شما او را کار میکنین. مثلا یک کسی کار میکنه، یک موبایل جدید اختراع میکنه، یک موبایل، پس این علم است. یک کسی دیگه هست مثلا یک طیاره اختراع میکنه، یک کسی هست مثلا یک راکت اختراع میکنه، این علم مربوط به علم میشه، ساینس است. اما فقه چی رو میگه؟ فقهی است، علمی است که تو عقلت در چیزهای مادی در کار میپردی تا وقتی ای که مثلا توانایی ساینسی و تکنولوژی داشته باشی که وسایل برات بسازی. اما تفقه چی است؟ تفقهی است که تو در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنی؟ فکر میکنی و تدبر میکنی و خوب خود میفهمانی به اندازه توانایی خودت. قرآن عظیمشان مثل بحر است. هر کس به اندازه ظرف خود از اون بحر آب میگیره. اگر کس مثلا یک تانکر میبره، به اندازه یک تانکر و بحر برش آب میده. یک کسی دیگه یک گیلاس میبره، اونم پر میکنه. برای هر کس به اندازه ظرفیتش برش چی میکنه؟ به اندازه ظرفیتش برش قرآن امو فقه را میده. یک دانشمند امریکایی بود، کجایی بودی؟ میگه من وقتی می قرآن در پوش قرآن تدبر کردم، در پوش قرآن میگه من پوش قرآن مسلمان ساخت. من تعجب کردم، ما هر وقت پوش قرآن هم میبینیم، چطور این پوش قرآن سبب شد که مسلمان شود؟ ولی یک معجزه هست. چه قسم معجزه است؟ شما بگوین برای ما که ما بفهمیم. من نمیفهمیدم، واقعا اعتراف میکنم من نمیفهمیدم، اما این شخص پوش قرآن مسلمان ساخته. خب پرسانش میکنم چه قسم پوش قرآن خودت مسلمان ساخته؟ گفت والا وقتی من پوش قرآن اصل کردم، من یک پروفسور بودم و هر کتابی را که میخواندم به هزارها کتاب، در پشت هر کتاب مؤلفش نامش نوشته هست. حتی کتاب های دینی را گفت وقتی که بایبل هم میخوانم، مثلا برای من میگه که بایبلی انجیل هست، انجیل
مثلا ای از انجیل متی هست، متیوس، و انجیل یوحنا هست، فلان نامای مخلوقات نوشته هستش. میفهم که تالیف یک انسان هست. ولی وقتی که قرآن خواندم، پشت قرآن سعی کردم که مؤلف نیست. پرسان کردم کیست؟ این کتاب کی هست؟ تنزیل من رب العالمین. این حاصل شدن از طرف او کسی که ذاتی که رب العالمین است، خلق کننده و پیدا کننده تمام این عالم هستی است که شما ایره ببینید. میگه من از قرآن باز نکردم، فهمیدم که کلام مخلوق نیست، کلام خالق کائنات است. وقتی که باز کردم که خواندم ایمانم زیاد شده رفت. دیگر راهی نبود با جز از اینکه بگویم که لا اله الا الله محمد رسول الله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی میگه که فقه دو قسم است، یکی فقه اکبر است، یکی فقه اصغر. فقه اکبر چی است؟ عقیده است. چون الله متعال اراده خیر برای هر کسی که بکنه و برای کلگی اراده خیر کرده، این عقیده رو باید کلگی یاد بگیرن. مسائل یکی فقه اصغر است که امام صاحب میگه. فقه اصغر چی است؟ فقه اصغر مثلا دیگه کتابا، مثلا یک کسی دیگه کتاب ها رو میخوانه، دیگه مسائل میخوانه، لکن مسائل اعتقادی این فقه اکبر است که امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه رو میگه. این حال فقه اکبر چی هست؟ فقه چی هست؟ که انسان عقل خدا و حس خدا و فکر خدا و دانش خدا در فهم قرآن و سنت مصروف بسازه. این تفقه میگن. یعنی اگر ما تانستیم امروز که ما و شما این درس میخوانیم، این چی هست؟ این تفقه در دین است. در آیات قرآن فکر میکنیم، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فکر میکنیم. اینجا الله برای ما و شما چی اراده کرده؟ خیر اراده کرده. پس ما و شما بنده های الله هستیم که الله برای ما من یرید الله به خیرا یفقهه فی دین. اما کسی که الله برش اراده خیر نکرده، 100 مرتبه از پیشش دعوت کنیم، باز مرتبه یک بانه میکنه، میگه نه والا ما وقت ندارم، والا درست نیست، والا اینا افراطی هستن، یعنی چی هستن، و مچم اینا اکستریمیست هستن، اینا مچم قسم هستن، 200 قسم نام میمونن. آدم ایران میمونه. خب درست است، خیر ببینید، خانه تان آباد، همی شما خوب مردم، ما خراب مردم. لکن کسی که میایه و میشنوه و گوش میگیره و تدبر میکنه و تفکر میکنه، در حقیقت الله متعال برزی اراده خیر کرده. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. این عبادت های چی هستن؟ عبادت های فکری هست. تدبر، تفکر، تفقه، اینا کلشان عبادت های فکری هستند.